ای دختر بوبکر و ای یار وفادار رسول، مهر تو در دلهای ما هرگز نخواهد کرد و فول. جانم فدایت عایشه ای همسر خیرالبشر. هر کس تو را بهتان زند ثم السبک و کور و کر. مدهوش و حیرانم از آن قومی که بد گوید تو را. ای پاک دامن مادرم، ای یار پاک مصطفی. از فضل و خوبی های تو هرگز نشاید کاستن. کی میتوان وصل تو را بنگاردش مسکین چو من. بهر تمام خوبیت در متن قرآن مبین کافیست میگوید خدا. الطیبات للطیبین، یعنی زن و مرد نکو همتا و جفت دیگرن، یعنی رسول و عایشه شایسته یک دیگرن. یعنی زن و مرد نکو همتا و جفت دیگرن، یعنی رسول و عایشه شایسته یک دیگرن. ای خفتگان بی خبر، این نسبتی بس ساده است. حکم عفاف عایشه ذات خدا خود داده است. ای غافلان تا کی چنین در بند نفس سرکشید؟ بار گناهی این چنین بر دوش هاتان می کشید. آخر چه می سازی شما با این دروغ و افترا؟ آن دم که حاضر می شوید در روز پاداش و جزا، شرمنده ایم ای مصطفی، ای هادی پاک و امین. والله کسی هرگز نکرد با سید قومش چنین. انصافتان آخر چه شد؟ او همسر پیغمبر است. ناموس پاک مصطفی است. او مؤمنان